سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون مثل خودتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز قراره با هم دیگه یه چیز سفارش دادم، استنده. قراره با هم دیگه آنباکسش کنیم نشون بدم و با هم دیگه بچینیمش. نگاه کنیم چقدر بزرگه. بچه‌ها قبل اینکه ویدیو شروع کنم میخوام ازتون یه نظر بپرسم که بچه این کلاهه بهم میاد اوکی داخل ویدیو سرم کنم؟ این یا وایسی احساس کنم اندازه کلم نمیشه یا اصلا کنم اینجوری باید بذارمش، ولی این موهای ریزترم اینجوری احساس کنم اولی بهتر. بیا چی کنیم؟ برم کامل خلوت کردم، همه چیزایی که داشتم حالا چیدم اینجا که میخوام حالا یه سری وسیله ها از اینجا من بردارم. خب بچه اول توضیح همه بسته بدم. این بسته قرار بود دیروز میرسنم برسنم ولی پستچیه انگار واقعا پستچی نبود و آدرس خونه رو اشتباهی اومده بود دیروز ساعت 1 و خب زنگ زد و گفت آدرس خونه‌تون شما اشتباه زدید که من آدرس خونه‌م رو درست زده بودم. این آدرس خونه‌ای که ما زده بودیم رو به همه جا هم نمیدادیم. مثلا من بول جولیار هم با این آدرس آوردن فیکس دمه در خونم. خب یعنی آدرس رو من درست زده بودم و پستچیه بلد نبود بیاره. خب خلاصه امروز برامون آورد و حالا آدرس درست خونمون اینجا نوشته برامون ولی آدرس خونه ما درست شما بلد نیستیم. حتی بچه باورتون نمیشه رفتم که پایین بسته رو بگیرم گفت که آدرس خونتون درست بده. من حتی بهش گفتم من همه جا که هر چی سفارش میدم این آدرس رو میزنیم و درست میارن در خونمون، ولی ببینید برگه چی گفت؟ برگه گفت پستچی این منطقه منم هیچ وقت همچین آدرسی ندیدم، با اینکه من اولین بارم بود داشتم یارو رو می‌دیدم. خلاصه بگذاریم اینا یه سری حاشیه است، یه سری آره باشه بسیار با دستم بودش دبه کاملا رندوم. خیلی داشته براش ذوق دارم. بچه خیلی وقت بود من همچین چیزی رو میخواستم. 2 تا دختر خالای من داشتم و گفتم من چرا ندارم. بعد خیلی دارم میخواست بگیرمش دیگه، بالاخره دل زدم به دریا گرفتمش. بسیم این قیمت کل بسته به همراه پول پستش 120 تومن بود، یعنی پولی که برامون بخوام بیارن. قیمت کل بسته شد 720 تومن. آره 720 تومن شد. 719 شد. میگم 719 شد دیگه، همون 20 دیگه 719 شد. اوه بچه واقعا اینا واقعا میخوام با دستم پارش کنم. رسیدیم سراغ اصل خانه. خب این بالاشه بچه، این من سطل مقایی سفارش شدم. این قسمت بالایی استنده که اینجا براش میذاریم، اینجا حالا رو ژیری ملی که
چی میذاری؟ اینا چی هم بچه؟ اینا بذار همه نشون بدم این آخر بهتون میگم چیه. احساس کنم خیلی کوچولوه. چرش خط داره. فکر نکنم تو دوربین معلوم باشه ولی نگاه کن. بایسته این خط رو میبینی؟ روش خط داره ولی خیلی هم خط داره چون معلوم نمیشه. یکی دیگه هم هست دیگه. سفت کنم هم دینا قراره بشکنه. وای بچه ها این شکسته. میبینی؟ تو رو خدا بگید که میبینید کلن اینجا شکسته. کلن هم نه. آره دیگه میبینید. و بچه ها سلام. خوبیش اینه که شما هر موقع بستتون رو تحویل گرفتید و دیدید که بدون مشکله بدون خرابیه میتونید نه مثلا اونجوری که هر موقع بستتون تحویل گرفتید پول رو پرداخت میکنه به قرصه به دارنده قرصه و مثلا تو همون وسط تحویل گرفتی اونجا میزنی من تحویل گرفتم بعد مثلا راضیم بعد موقع با سلام اون پول رو پرداخت میکنه به قرصه دار. یعنی هیچ جوره نمیشه مثلا از سرتون حالا کلاه بذارن و نیارن و میتونید کلا نظرتون رو بگید. خب خیلی خوبه اینشو من حالا دوست داشتم که من صبح که باز نکرده بودم اینا تایید دادم و بهش امتیاز دادم 4 بهش امتیاز دادم. حالا فکر نکنم 4 نمیارزه. اینا چی هن؟ اینا همون طبقه هاشن. احساس کنم جنسش شیشه ایه. نه چرا 4 تا از این طبقه ها داره. وای حالا بشینم اینا رو با هم دیگه بست کنم. آره باید بشینیم بچه با هم دیگه بست کنیم. اوکی این پایینشه. آها اینو بهتون بگم چیه. بچه این از اون چفت هستیه. کجا بزنم؟ اینا رو اینجا میزنیم. خب بعد آره دیگه الان اینجا ببینید کی از این قفسه هاشو گذاشتم. بعد اگه از این چفتاشو از اینا رو من باید بذارم اینجاهاش. اگه نذارم این باز میشه میافته. خب یکم سخته گذاشتنش چون سیبیله. این زیرش هم باید بذارم که چفت درست حسابی بشه. این واسه اونه که دیگه آقا وا نشه و
اطمینان درست داشته باشید دیگه ازش. الان دیگه لق نمیزنه. ببینید درست شد. حالا اینجا هاش بچه من رفتم دیدم عکساشو و فهمیدم که یه چیزیه که خودت دوست داشته باشی، حالا هر جا بذاری دیگه، چیزی نیست که یه قوانین خاصی بخواد داشته باشه. حالا من نمیدونم چجوری بزنم. خب نگاه کن الان این بشه جا نمیشه. اوکی اینو میام میذارم اینجا، طبقه نمیخوام. چرا هم هیچی بلد نیست، چرا نمیره. نیاز دارم به مامانم، من مامانم خوابه. باشه برای اون طبقه این اصلا اندازه این نیست. واقعا که نیسته. بچه من این طبقه هاشو چسبونم گذاشتم. میدونی چیکار کردم؟ اومدم از بالاترین شروع کردم، بعد بعدیش اومدم یه دونه پایین تر، بعدیش دوتا اومدم پایین و اینا اونجایی که یکی بعد اومدم پایین اونجا اومدم پایین. اینجوری میتونید حالا این از بالاترین شروع کنید، بعد یه دونه پایین، یه دونه دیگه پایین، اینم یه دونه دیگه پایین. ولی من اومدم این ترتیب رو رعایت نکردم، اینی کردم خب یه دونه اومدم پایین، ولی اینجا دوتا اومدم پایین، اینجا یکی اومدم پایین. خوبه دیگه. خوبه. حالا این بالاشو اوکی میکنیم. بالاخره درست شد. خوبه بچه ازش راضیم. آقا من این ویدیو رو گرفتم که جدایی از اینکه با هم دیگه آنباکسش میکنیم، جدایی از اینکه با هم دیگه میچینیمش، همه لوازمانش هم بهتون نشون بدم که من میخوام تقریبا همه لوازمانش رو بچینم داخلش و اینجوری نیستم که بگم فقط برای لوازمانشی یا فقط برای لوازم پوستیه. من همه‌شو بچینم حالا تا جایی که جا بشه قراره داخلش وسیله بذاریم و خیلی داخل چه یوتیوب چاپارا درخواست کردید که لوازمانش نشون بده. لوازمانش هم زیاده، یا میبینی میخوام همه رو نشون بدم، یکی از قلم میفته. واسه همین من هیچ اهمیت نمیدم کامنتایی که میگفتن، ولی دیگه الان چون میخوام اینو بچینیم گفتم یه مالا لابلاش لوازمانش هم میبینید دیگه، چه بخوام چه نخوام شما میبینید بالاخره. ولی خب باز یه لوازمانش دیگه دارم که ته کشون باشه، ته کمدان باشه و اینا. خلاص از این طبقه بالاش میخوام شروع کنم. میخوام وسایلایی که بیشتر استفاده میکنم رو میذارم. این کیف لوازمانش من هر جا میخوام برم فقط
این که حل میکنه همه چی رو. خب حالا خیلی داخلش خیلی چیز داخلش اضافه است ولی خیلی بیشتر از لوازم هایشم داخل همینه. نصف دیگهش هم داخل این استند خیلی قدیمی و بیشتر چیزایی که دارم به نظر خود من روژه. حالا اینجا ما یه دونه ریبن داریم. بایستی حالا مثلا چی کنیم؟ اینجا مدادای چوکلت داریم. چرا بیدن نیستم با خطانه رو میرم بالاست. این بالا لب حرارتی هم داریم خیلی بچه داریم حرارتی بودم. ببینید این از این قلم کوچیکا من دارم قلمو دو تا براش بیشتر ندارم چون از این دو تا بیشتر استفاده نمی کنم. حالا شب برم باز بخرم. حالا ست های اینم دارم ولی دیگه چیکار دارم با ست هاشو بذارم این بعض وقتا واسه یه سری چیزا حالا استفاده می‌کنم که واسه روشگونه ای چیزی اینا استفاده میشه. این دوتاش به نظر من کاربردی ترینه. دیگه یه سری این چون درد نداره سری روژه مدادی رو می‌ذاریم. بودی اینو فرام کردیم کنار. این طبقه هایی که یکم بزنه ضد آفتاب از این پلت ها روشگوی آینه بازم ضد آفتاب بیوتی بلندر تقویت کننده موژه لیپ گلاس بالم لب روژ روژه کوچولو اینم درش این درش دیگه چند تا روژه های از این ملبیا که آقا دارم خودم بمونم مامانم کش رفته کسی فرست تمیز نمیشه همینه یه دونم از این پلت های کانتر خب ببینید اینا میفته میشه میشه که این طبقهاش چربیس هم میخوام ببارم که چربیس حالا استفاده زیاد دارم یه جورایی دیگه میخوام اندرسه میشه یه اینکه ما بیوتی بلندر قلبی داریم یا بوده باشه آبی دارم یه دیگه باز ریمل داریم از این براشا داریم چند تا باز روژ مدادی داریم ماشو کوچولو از این روژه داریم که خیلی وقت من از این استفاده نکردم این بچه این نکنیم خیلی دوستش دارم لیپ گلاس هم که در حال تموم شده خیلی وقت دیگه استفاده نمی‌کنم خط چشم داریم لب کدو داریم یه بالم لب بیرنگ داریم باز یه بالم لب حرارتی داریم همینطور اینجا ما روژ قرمز داریم اینم تینته که تموم شده دیگه استفاده دیگه بچه ها دیگه بازم فکر کنم داخل کشوها باشه نمیدونم ولی لوازم پوستی خیلی ندارم لوازم پوستی ندارم چون به پوستم ترجیح میدم هیچی نزنم خب
چیدم، ولی دیگه من احساس کنم چیزیه که به مرور بهتر و بهتر میشه. به مرور حالا ابزارهاشو بیشتر میگیرم و قطعا اینجا بهتر میشه. خب الان تو نگید که چقدر بد چیدی. خیلی از چیزایی داشتم جا نمیشد آخرشون. اینجا رو بیوتی بلندر گذاشتم، 2 تا بیشتر از همین رو گذاشتم تا حالا بگذار از این کوچیکاشو بگیرم بیشترشو بگیرم و اینا. اینجا پلت همه کاره، از این پلتی که داخلش همه چی هست گذاشتم با اسپادان. این برای این الان شباب بیفته 2 تا ضد آفتابم رو گذاشتم با چرکیز. اینجا هم این روغن تقویت کننده های مو، این روغن تقویت کننده، این روغن تقویت کننده موژه. اینجا خالیه، منام چرا ولی خالیه، پس مخانه باشه بذارید. قرصای من مونده زمین، بذارید فعلا اینا اینجا باشن. نیایید هیت بدین، این موقتیه چون آخر بچه گمه بون میشن قرصان، واقعا گمه بون میشن. یعنی میفتن این بر میفتن اون بر و فعلا بذارید این قرصا اینجا باشن. هیچی نیست اینجا از این کانتور روشنه رو میشم با آینه هایی که حالا داشتم با از اینا. همین این بالا حالا باز وسیله خیلی بیشتر گذاشتم بالا، خدای جاش جمع رژمدادی ها و براشا و اینا. اینجا هم دوتا از این بالم نوایی که داخل قفساش جا نمی شدن. اینجا هم خطشش و این 3 تا خالیه. یه دونه لیپ گلاس و روژ لب، لیپ گلاس، تقویت کننده موژه، ریمل. اینجا هم آکوا از این روژ تیره ها و بالم لب روژی که بالم لب هم داخلش داره و مینی و از این روژه دوستر یه طرفش بالم لبه یه طرفش روژه لب. اینجا بالم لبه های حرارتی رو داریم که این حرارتی نیست، سفیده. لیپ گلاس ریمل. همین بله همین تموم شد. حالا هم بره اون ته. حالا این شرما رو من همه شکل میکنم. مادر چرا وقت بچه ببینید من میستم این صندم ساده باشه. من چه ساده باشه؟ یه مقدارش خالی باشه. خالی نه ساده باشه. حالا بذار این فعلا بمونه. من این سری صندلی دیگه بگیرم حل کنیم. نگران نباشید. هر کار بخوام کنم میام ویدیوش هم براتون میدیم. اینو دیگه نمیخوام بفرستم خیلی تحت‌تر. به نظر من اینجا خوبه. ولی این شرما رو موندم کجاش بذارم. اوکی بتونشونش بدم. بچه ها بگید خدای خوب شد دیگه. همه وسیله ها با حالا جا کردم توش. اینا رو الان من باید تمیز کنم. ببینید من از این زاویه هم بهتون نشون بدم. به اینا اصلا توجه نکنیم بچه، اینا قرار برداشته بشن. خوبه دیگه، هر هیتی هم خواستید بگید خودتونید. خب الان چیکار میکنیم؟ الان هیچی دیگه، میریم اینا رو مرتب میکنیم. اینا که دیگه نمیخوام. این هم شاید درش پیدا نشد. بچه نظرتون حتما بهم بگید راجبش و مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. بوس بهتون. خدافظ.